سلام امیر آقا، خوابم نبود در کار کردم دیگه. الان ساعت 4:34 دیگه اومدم پای چارت، گفتم ولشون یه معامله بزنم. نگاه الان روند کاملا سعودی، تایم فریم یه دقیقه‌ای آیودی. من میخوام وارد سل بشم، حالا احتمالا اینجا سل میزنم تو این خط. اگه هم اینجا اوکی ببینم میزنم، زدم برات میذارم. الان میخواد کم کم سل بشه دیگه، احتمالا یک کندل یا دو کندل دیگه من سل میزنم. امیر آقا، الان دیگه من وارد سل میشم. لایو بازار ساعت 4:36 سل رو زدم. حد زلالم باید اینجا. ریسک به ریوارد 1-2 رو میخوام بگیرم. یه سل دیگه هم میزنم، جاش خوب. اینم میاد همینجا، اینم میاد همینجا. منتظر میمونیم، نتیجه رو برات میگیرم. تقریبا 30-40 یه دقیقه دیگه، یه دقیقه رد شدن و همونجاست. الان 90% این میاد تیپی رو میزنه. خب میشه حجم بیشتر هم وارد شد، مثلا اگه اومد اینجا یه حجم دیگه هم زد، ولی دیگه بیخیالم این دوتای نصف شب. حیف که نمیشه اینو لایو برات بذارم، باید فیلم بگیرم، باید فیلمش رو برات بفرستم. حالا شما نگاه میکنه دیگه با تأخیره دیگه. ساعت هم 4:40 نگی از قبل ضبط کردی و فلان. اینم تیپی شد، حد زلق خورد، هرچی شد سری برات میفرستم. نگاه زد بالا. خب الان اینجا دوباره یه سل دیگه میخوام بزنم، اگه برسه به اینجا یه سل دیگه هم بزنم. نه منتظر، یه سل دیگه هم زد. ای بابا اومد پایین. حتی زنم همونجا. ریواردم تیپی هم نمیذارم دیگه، یکیش بذار باش. ساعت 4:42 صبح. چند دقیقه تو معامله، نهایت تا 2-3 دقیقه دیگه تیپی میزنی. ببین حد ضرر رو میخوام کوچیک کنم. خب حد ضرر رو میاد اینجا تقریبا، چون 3 تا ورود زدم دیگه حد ضرر رو کوچیک میکنم. یه چیزی نگاه، الان ورودم اینجا بود دیگه اولی. خب الان تیپی 1 رسید، ولی بخوام اگه ورود آخری ما حساب کنم اینجا. خب یعنی اینجا، یعنی تیپی 2 ما گرفتم. اینم حواست باش. یه دونه رو خروج زدم. خب همینجا یه دونه رو خروج زدم، چون اینجا سقف داریم. اینه الان تیپی ما میزنه، ولی خب یه دونه خروج زدم چون 3 تا ورود داشتم دیگه. ساعت هم شد 4:45. اینم تیپی 3 و میریم واسه ریوارد آخر. اینم بسته شد. الان یکی رو میدونی چیکار میکنم؟ یکی همینجا باش. خب اینو فری میکنم اینجا بسید. نگاه اونو فری کردم، نصف حجمم هم بستم. حالا برات میفرستم نگاه کنی. ساعت 4:46 شد.